ذهن یه موجود در حرکت و زنده، این یه موجود فعاله، یه موجود زنده است. اما یه نکته‌ای هست، اطلاعاتی که رنجشون بیش از ظرفیت ماست، اندوهی بیش از ظرفیت ایجاد میکنن که این سانسورگره اینا رو قیچی میکنه، کد میکنه، میفرسته اون پشت مشتا تو ناخودآگاه، اینا از بین نمیرن، اینا اونجا میمونن، فعال هستن. هر از چندی میاد زبانه میکشه، رنجهای قدیمی خودنمایی میکنن، حالمون بد میشه، نمیدونیم چرا. خودم نمیدونم چی شد که اینجوری شدم. زبانش با زبان ذهن خودآگاه همسو نیست، کد شده است. و سوم زمان ناخودآگاه، زمانمند نیست. کل دیتایی، کل گذشته، کل آینده، اکنون و سطوح لطیفتر همش یک جا با هم در دسترسه، همش در دسترسه، کلش با هم در دسترسه، زنده است، تازه، زمان نداره، قدیمی نمیشه چیزی، اونجا همه چیز اکنون است، زمانمند نیست، ناخودآگاه رو میگن.